سلام، خوش اومدین به چنل یوتیوب من. فکر کنم بعد از تقریبا 2-3 هفته که ویدیو نذاشتم امروز دارین این ویدیو رو میبینین با کیشی عزیزم. چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. یه ویدیوی دیگه هم با کیشی گرفتیم که توی چنلش بچه‌ها مهدیه، بعد من بهش میگم کیشی، یعنی آره چند نفر دیگه یعنی مثلا پرسیده بودن آره که اگه اسمش کیشیه. بعد یه چیز بامزه بهتون میگم، روزا دختر خالم یه خرس داره، بهش میگه کیشی. بچه‌ها اسمشو بلده، مثلا داره راه میره میگه کیسی دنبالش میگرده مثلا اونم بیاد. نه اسمم که مهدیه، مت صدا میکنن، مبینا کیشی میگه، جوسی هم کیشی میگه، آرکاداش کیشی، آرکاداش ترکی یعنی رفیق. البته پسرم معنی میده ها، ولی خب حالا داداش میگن پسر میگن. آره کسرا پشت صحنه است. And his name is John C. الان مسئله توی خونه بریم که با هم داشته باشیم. جریمه کنیم. بچه‌ها دوباره من باختم ان شاء الله این سری. آقا یه چیزی، من عینک زدم چون چشم هی خارش میگیره به خاطر نور و اینا، واسه همین عینک زدم. آفتاب الان یه تایم بدیه تو صورت کیشیه. چی آوردی برامون؟ میخوای توضیح بدی؟ کسرا باید توضیح بده. خب باش. سوال می‌پرسم جواب بدید. آره. ولی جریمه داره. داره. هم بهتون میدم. سوالا دسته‌بندیش چیه؟ قراقاتیه. فقط چیزی که هست برای اینکه جواب بدین اون کسی که میدونه واقعا اول بگه که من میگم. آها فهمیدم. چون اوکی. اینجوری نیست که جفتتون بگین قبول نمی‌کنه. حالا یه دقیقه عذرخواهی می‌کنم، من می‌خوام از آرایشگرم تشکر ویژه به عمل بیارم اینجا. بچه‌ها نمیدونم میدونید یا نه، من موهامو پیش فاطمه رنگ امروز رنگ کردم. خیلی ذوق موهای جدیدمو دارم. بهش میاد. ویدیو رو می‌بینی بوس بهت. براش یه قلب بنفش کامنت کنیم. مرسی. غذای سوشی از کدام کشور آمده؟ تایلند، ژاپن، چین. من میدونم. بفرمایید. تایلند. اشتباه. من بگم چین. ژاپن. دیگه دیره. درست. مهم اینه که من زود گفتم. دیگه دیره. واحد پول کشور ژاپن یوان. من میدونم. ین تاکا. من میدونم. من ین. گفتم زودتر. گفتم گزینه‌ها تموم شه. باش. ین. کاملا درست. این عقده ایشون باخته عمل. رنگ سبز از ترکیب من میدونم. بچه‌ها ببخشید حتی اگه درست بگم اشتباه کردم دیگه، تکرار نمیشه. بیش فعالم، ADHD دارم. رنگ قرمز و آبی و زرد و قرمز. من میدونم آبی و زرد. همزمان با هم گفتیم میدونیم. آره یه خورده درست بیشتره. باشه بعد از این بازار داشته باشیم. برج کج پیزا در واقع. در کدام کشور است؟ فرانسه، اسپانیا، ایتالیا. بلندترین حیوان جهان کدام است؟ فیل، نهنگ، زرافه. چه نه؟ من بگم زرافه. آیا اختاپوس میتواند رنگ پوست خود را تغییر دهد؟ نه. میتونه دیگه. نه میتونه دیگه. ادامه داشت صحبت من. ببین اینا دیدن که من زودتر گفتم که من اجازه نگرفتی. نه میدونم، یعنی میدونستم. کتاب هملت را چه کسی نوشته؟ داوینچی، شکسپیر، کافکا. گزینه 4 محمد رضا گلزار. قضیه محمد رضا گلزار اگه نمیدونی این یه ویدیو داره، اونو ببینین، لینکشو اگه بتونم میذارم تو دیسکریپشن. پایتخت کانادا کدام است؟ میدونم. چی بود؟ تلفظش فقط نمیدونم. اوهاوا یه همچین چیزی. اوتاوا. خب تو که نمیدونی بذار من گزینه‌ها رو بگو. اوتاوا همین. اوکی. کدام مهره شطرنج نمیتواند در یک خط صاف حرکت کند؟ چقدر نامردی. سرباز. تو رو خدا خواه سرباز که میتونه. اسب ال میره. بابا خیلی ساده هستین. اسب ال میره. خب پس صاف نمیره دیگه. ال داره. چرا فکر میکنی؟ تقلب بود. من نپذیر ازش. نخیر. تو به نظرم منچ بازی کن اگه اونو بلدی. منچ شانسیه، منچش خوبه چیه؟
سوپرنوا چیست؟ انفجار یک ستاره، صدای رعد و برق، آتشفشان زیر آب. آخریه به نظرم. کاملا غلطه. 5 منم دیگه. الماس سخت‌تر است یا گرانیت؟ الماس. آره الماس زیر فشار خیلی زیاد. کاملا درسته. شهر آمستردام در کدام کشور قرار دارد؟ هلند، فنلاند، آلمان. هلند. درسته. کنه رو دوست دارم. این جمله تو که جلو داری تو چرا فکر من تا می‌کنی؟ گزینه نظرم بهم نمیگی. لامپ را چه کسی اختراع کرد؟ توماس توماس ادیسون، هنری فورد، الکساندر بیل. کاملا غلطه. توماس ادیسون. لامپ رو هم ایشون اختراع کرد. اول برق اختراع کرده بعد لامپ. یه روشنایی هم ازش میگیره دیگه. گفتم ما که تا اینجا اومدیم بذار یه لامپی هم اختراع کنیم. هواداری یا کی تو دشمنی؟ کدام یک از حیوانات زیر با هم فرق دارن؟ شاید گروه بندیش منظور مثلا اینکه گربه، تمساح، مار. چیز تمساحه. فرق داره؟ اون دوتا پستان دارن اون خزنده است دیگه. چه ربطی داره؟ نه گربه پستاندار و خونگرم است نوشته. خب دیگه تو گفتی گربه و مار پستان دارن. مار پستان ها چرا پستان دار؟ پستانای مار سوال خیلی مسخره بود. مار الان مار خزنده است. آره مار خزنده بود اصلا چرا ممکنه پستان دارم باشه. پرجمعیت ترین کشور جهان کدام است؟ ای بابا. چین، هند، آمریکا. فکر کنم چینه ولی به هند شک دارم. کاملا درسته. درصد سطح کره زمین را آب پوشانده است. چی آخه؟ 8 جام. نه منظورم میگه چون هی داره خشک‌تر. سال قبل مثلا دقیقشو داره دیگه مثلا الان یا الان 80%، 70%، 65%. الهی به امید تو 65%. کاملا غلطه. 70%. به خاطر 5% منو بی اسمت و بی آبرو کرد. 5% تو کل زمین میریشه. خیلی ها. داروی آنتی بیوتیک را برای چه دلیلی میخوریم؟ ویروس، عفونت و باکتری، سرماخوردگی. دومی. کاملا درسته برای عفونت و باکتری. کشور در جهان هست به طور تقریبی تازه گفته تقریبی قضا 100 200 250 720 720 250 چرا عدد میپرونی؟ یه گزینه بده. گزینه 200 کاملا درست. چند سیاره در منظومه شمسی ما وجود دارد؟ برو گم شو بابا. 7 8 10 7 کاملا غلطه. 8 کاملا درسته. یعنی امتیاز داره. مصر در کدام قاره است؟ آسیا، اروپا، آفریقا. اروپا. باریکلا کاملا غلطه. آسیا. آفریقا تابلوه. بلندترین رودخانه جهان کدام است؟ نیل، گنجی، یامونا. آفرین غلطه. نیل بود. وسیع‌ترین صحرای جهان کدام است؟ ساهارا، گوبی، موهاوی. غلطه. گزینه 1. آفرین کاملا درسته. ساهارا. ورزش یوگا از کدام کشور آمده؟ هند، ژاپن، چین. یوگا اینو خونده بودم یادم رفته احساس میکنم مال ژاپنه. آفرین درسته. کاملا غلطه. چینه؟ گو بخور. واقعا پشما. وسیع‌ترین قاره جهان کدام است؟ آسیا. بخونم گزینه ها رو بخونم حالا چون که بگم آسیا، آفریقا. آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا. تابلو دیگه. آمریکا. نه آسیا بزرگتره. کاملا درست. برلین پایتخت کدام کشور؟ چه حسی داره تو چنل من داری میبازی؟ ماچ کردنی. بعد کثافت. برلین پایتخت کدام کشور است؟ آلمان، اسپانیا، استرالیا. چیز دیگه آلمان دیگه. 555 یعنی چی؟ فون سیش. نزدیکترین کشور به قطب شمال کدام است؟ فنلاند، آمریکا، روسیه. نه من 9 هم تو 8 فکر کنم فنلانده. نمیدونم نروژ آخه نیست نزدیکتر.
بهت گفتم فنلاند، آمریکا، روسیه، میگی نروژ آخه نه میگم گزینه نداره. فنلانده ولی فکر میکردم نروژ. آفرین. مرسی. رئیس جمهور سال 2005 آمریکا کدام است؟ او چیز اوباما، خب بوش پدر، بوش پدر، بوش بوش پسر. پسر. بگو الان 2000 به حسم میخوام برم بگم اوباما. نه میشه 20 سال پیش. یه دقیقه دقت کن. واقعا 20 سال پیش حاجی میشه. 2000 ما الان 2023 ایم. 2005 میشه 20 سال پیش، پس میشه چقدر زود گذشت. من فکر کنم 2020 من. اصالت کلمه کچاپ از کدام کشور آمده؟ خیلی آسونه. آمریکا، مکزیک، چین. خیلی اصلا دیگه همه میدونن که چین از چین اومده. کچاپ اصالت کلمه‌اش از چین. اصالت. ایران چند استان دارد؟ 28، خب 29، 31. 31. چه کجا به دنیا اومده؟ آلمان، اتریش، فنلاند. ایزی غلط. اتریشه. وای وقتی هیچ وقت فاسد نمیشه. سرکه، عسل، فندق. عشق. ای که کاملا غلطه. نه بابا دارم گزینه ها رو میگم. یزید سرکه، عسل، فندق. خب این یه دونش یه دونشو حذف کردم دیگه. ببین همیشه میگن عسل فاسد نمیشه. کاملا درسته. عسل. نه درسته، عسل فاسد نمیشه اصلا. 10 گزینه‌های زیر کدام عضله از بقیه قوی تر است؟ جلو بازو، زبان، باسن. زبون. باریکلا. چون که خودم زبونم باد بزنه. کدام زبان بیشتر از بقیه در جهان بله، استفاده می شود؟ چینی، انگلیسی، عربی. انگلیسی دیگه. چینیه دیگه. واقعا وقتی که بیشترین جمعیت جهان رو داره. خب در جهان داره میگه بیشتر استفاده میدونی میشه. جمعیتش چقدر؟ 2 میلیارد و نه یه آقا میلیارد تو جهان جمعیتش. بیشتر آدما انگلیسی صحبت میکنن. دوران حاملگی فیل چند ماه است؟ 15، 22، 30. بلدم خیلی زیاده. کنم 20. من قبل اینکه بگی به خودم خواستم بگم 20. 22 رو گفت. 22. 22 میگی 22. درسته. خب پس من باختم. ولی سوال ازت میپرسم ببین بعد از قرنها چند درصد بدن ما آب است؟ مال من 99% تقش 30، 80، 60. 80% دیگه. من فکر می‌کنم 80. من آب زیاد میخورم، مال من 80%. چه حسی داره که شد و استوری میذاری از این. گوش بده. چه حسی داری که بعد از قرنها تونستی؟ خیلی حس خوبی داره. عالی شدی ازم. میکاپ آرتیستت کی بوده؟ نذاشت آرایشش کنم. صدا میاد؟ ببخشید دیگه چیکار می‌خواستی بکنی؟ اومدم کانتور کنم، براش رژ لب بزنم. قرار بود که چیز کنی. چی بود اسمش؟ این مال وایسید کچ شد. خلبان به هم خلبان دین دین دین. بخواستم کسی یه زوم. دیگه شو کاسه وقتی داره میره پایین. خب بگو. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا نگاه کردین. خواهش میکنم که لایک کنین، کامنت بذارین، به خاطر اینکه من بعد سالها بردم. من که دهنه کیشی سرویس شد. آره نذاشت جرزنی کرد، نذاشت خیلی آرایشش کنم، گفت فقط گفتی با خط چشم و اینا. ولی خب من انتقام با اون نه کن چشای من زوم کن. وایسا. چشام قرمز شده. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بای بای. مرسی. بابا چرا قلبت فلج